با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خیلی خیلی خوشبختم که میتونم با شما صحبت کنم. منم خوشحالم، بفرمایید. آقای دکتر مشکل من هستش که نوام غذا نمیخوره. اولا لطفی بلندتر صحبت کنید. نوه شما غذا نمیخوره؟ نوه من متاسفانه غذا نمیخوره. چند سالشه؟ حدود 5 سال و نیمشه هست و غذا نمیخوره و تو این فاصله 2 کیلو لاغر شده که خیلی باعث ناراحتی ما هست. نوه دختره؟ نوه دخترم، بچه دخترم و دخترم 3 تا بچه داره و این 3 تا بچه، این بچه وسطی هستش. اصولا یه بچه هستش که زیاد راحت نیست، همه چی رو میگه نه نمیدونم، خیلی رو هم رفته، قدرت داره که خواسته خودشو اجرا بکنه و فعلا بین 2 تا برادر بزرگتر و کوچیکترم قرار گرفته. یعنی موقعیتش زیاد به قول گفتن خود شما سندویچ کینگ هستش. به من بفرمایید بچه ها دقیقا چند؟ حالا بکنم باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم، من صدای شما رو خوب ندارم. بچه ها دقیقا سنشون؟ بچه ها بزرگ 8 سال و نیمش هست، این که مریضه 5 سال و نیمش هست و آخریه 1 سالشه. خب به من بفرمایید که اگر بهش بگن چه غذایی میخوای بخوری، میگه چی میخوام و چی میخواد بخوری؟ اصولا هر چیزی که بهش میدن چیزای سفت رو که باید بجوه نمیخوره، مثل گوشت یا هر چیزی دیگه. بعد من گوشت رو حتی براش بکردم خورد کردم، اونم نخورد. ولی غذا یعنی یه طوری میکنی که غذا رو نخوره، گرسنش هست 2 لقمه میخوره بعد بقیه رو میذاره و خیلی هم میجوه. هر وقت بهش میگی که بخور، چرا الان این همه وقت گذاشتی چیزی نخورده، بلافاصله میگی دهنم هنوز پر. نه ببینید برخی از بچه ها هستن، صبر کنید، برخی از بچه ها هستن که وقتی یه غذا رو قورت میدن یه احساسی دارن که دارن خفه میشن و دلیل این که یه چیزای سفت رو، حالا گوشت رو نمیخوره، اینی که احساس خفگی میکنه. درست مثل این که شما بخواید مثلا یه دونه خورما رو، یه خورمای کامل رو بخواید قورت بدید. خب شما این کار رو نمی کنید. بسیاری از مردم برای خوردن قرص حتی مسئله دارن، یعنی یه دونه قرص هم نمیتونن بخورن، باید مثلا با آب بخورن. چرا؟ برای که اون احساس این هست که درسته که مجرای غذاست ولی فکر کنم مجرای تنفسیشون بسته میشه و این مثل یه پیامی است. مثلا فرض کنید شما سوزن به پای کسی بزنید یه خبر میشه دیگه. این خبر رو به نوعی به مغز میده که تو میتونی با این خوردن خفه بشی. بنابراین اگر، یعنی یکی از احتمالات این است که یه همچین احساسی داره، نتیجتا برای یه مدتی همه چیز رو باید به صورت مایع بهش داد، حتی گوشت رو. ولی آقای دکتر کاملا صحیح میفرمایید، ولی چون این الان تا چند هفته قبل همه چیز رو میخورد و خیلی خوبم میخورد. یعنی واقعا یه بچه بود که پرخور بود و خودش میرفت سر یخچال و هر چی میخواست میخورد و اون رو هم رفته بچه پرخوری بود، فوق‌العاده لاغره ولی پرخور بود، هیچ مشکلی نداشت. بیشتر من فکر میکنم که میتونه روانی باشه، به خاطر دست دامن شما شدم. آخه قصه نه شما بسحب کنید، همینطور اینجا روانی هست، برای که برداشت غلطی است از یه واقعیت. داری بچه 5 ساله که دوچار همچین مسئله نمیشه، ولی اولا یه زمانی احتمالاً یه احساس خفگی کرده یا یه داستانی درباره خفگی شنیده، یا کسی مثلا غذا تو گلوش بوده، از اونایی که گیر میکنه شما باید بزنید که مثلا غذا رو به بیرون پرتاب کنه. یه تجربه این میتونه باشه. دوم گفتم بسیاری از آدما درباره قورت دادن غذا مسئله دارند، علت هم این است که احساس میکنن از طریق اون خفه میشن. به من میفرمایید که این مسئله فیزیکی و پزشکی نیست، درسته، روانیه، برای این برداشت غلطی. حالا اگر بهش بگید که ما چجور غذایی رو
چگونه به تو بدیم میخوری به شما چی میگه؟ من بهش گفتم من گوشت رو برات خورد میکنم به صورت مثل چی بگم مثل پودینگ که به بچه کوچیک میدیم همون صورت رو بهت میدم منطقه نخور یعنی رو هم رفته نمیخواد بخوره. مشکل اساسیش این هستش که نمیخواد بخوره و این آخه این حرف نه ببینید ماجرای خوردن غذای مسئله بیش از اینه که ما با یه جمله نمیخواد مسئله رو حل کنیم. باید مشکلش رو حل کرد. خودش هر چی به شما میگه اگر حرفی میزنه چی میگه؟ یه دفعه یه چیزی گفته بود به شوهر من که بابا بزرگش میشه من اصلا نمیخوام بزرگ بشم چون اگر بزرگ بشم پیر میشم و باید گردش بگیرم. خب ببینید خب اینا نشون دهنده یه زمینه گفتم یه زمینه برداشت استرابی است که داره. حالا به من بفرمایید تو خانواده پدری و مادری نوتون هم از جان مادرتر کسی که مشکلات شدید اضطراب و وسواس رو داشتید؟ آره. چی دارید شما؟ چه کسی با وسواس شدید زندگی میکنه؟ شدید نمیتونم بگم ولی که به مرور زمان یه شخصی رو میشناسم که ببین من صدای شما رو آهسته دارم. شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟ من این در رو میبندم من الان تو ماشین نشستم و وایسادم ولی تو محلم تو ماشین هستش میتونم اگرم نه اگر الان خوبه ولی فقط لطفاً بلندتر. از کجا تلفن میکنید؟ از اروپا. اوکی خیلی خوب. حالا بیاد برگردیم سراغ داشتید یه داستانی رو تعریف میکردید. چی گفت به شما یا چی به پدر بزرگ گفت؟ یا به مرور زمان یه حالت وسواسی یعنی یه حالت چیز برای این شخص به وجود اومده ولی که دیگه کسی دیگر رو نمیدونم. وسواسی میدونه که خیلی از ایرانی ها آدمان پیر رو که آدم میدید وقتی من ایران بودم مثلا 6 دفعه دستشون میشستن من بوسو گرفتم یا نگرفتم این حالت ها بود و بعد موقع آدم میدید ولی توجه نمیکرد. ولی اگر که شما میدید من میتونم بگم که بله هست. چه کسی وسواس داره؟ نه وسواس میتونه چیزای مختلف باشه. چه کسی وسواس داره؟ در مورد چیز پدر بزرگش خیلی خب پس بنابراین ببینید اون پیش اومده یعنی وقتی الان پیرتر شده وسواسی خیلی شدید یعنی تو چیزا حساسیت های مختلف هست که من فکر میکنم الان پیری میتونه باشه. نه حالا شما بیاد یه دفعه دیگه تخصص رو پیدا کنید. نه این زمینه وسواس در خانواده به دلیل نوع به هر حال سیمپیچی مغز میتونه منتقل بشه. بنابراین نوه شما به زمینه وسواس رو داره که به چیزهای مختلف میده. حالا اگر راهاش کنید هیچ کس کاری با کارش نداشته باشه چی میشه؟ همین کارم میکنیم یعنی ما که اصلا توجه نمی کنیم چون دخترم هستش و شوهرش اونا چیز هستن و شوهر دخترم هم ایشون بچه رو برده کاملا آزمایشش کردن از نظر جسمی سالم و همطورم که خدمتون گفتم که بچه تا چندین هفته قبل به راحتی میخورد و خیلی خوب میخورد اون تا تحریک زیاده و سر میکنه کارهای بکنه که برادر بزرگترش میکنه خیلی خوب واقعا یه بچه فوق العاده که چیز با استعدادی هم هست همه چیز خوب هست منتها بچه راحتی نیست. بچه اولیه یه کمی میگه من اینو نمیخوام خیلی رو هم رفته خود گفتنی شیرازی ها خیلی کل شقه او چیز که خودش میخواد درسته. خیلی خوب هرچی که حالا چه اشکال داره که هرچی اون میخواد به میل او انجام بدیم؟ من با کمال میل اگر که مثلا بگی که من الان نمیدونم اشپاگتی میخوام با کمال میل براش اشپاگتی درست میکنم یا که به من گفتش که من چیز میخوام آش عدس میخوام من بلافاصله براش تو سوپ پختم
بعد گذاشتم جلوش، توجه اصلا نکردم که حالا میخوره یا نمیخوره. بعد از که گوشت رو له کردم آش عدالت گفتم، شوهرم گفتش که نه این فقط یکم آبش رو خورد، اصلا از چیزای دیگه که توش بود شنا میکرد اونا رو نه. خب بنابراین چاره نداریدم که گفتید مثل چیزی که له میکنند و پودینگ یا هرچی که اسمشو میگذارید فقط به اون طریق باید باشه. اونم باید تازه با قاشق‌های کوچک باشه و کم کم باشه، یعنی به اندازه مثل قاشق چای خوری. ولی گفتم اون فقط احساس میکنه از این طریق خفه میشه. این که من میفرمایید میگه غذا نمیخورم چون اگه غذا بخورم بزرگ میشم بعد پیر میشم، اون خب برمیگرده به وسواسش. بعدم باید بردش تو مراکز، حتی اگه غذا نخورید تو رستوران ها که همه دارن غذا میخورن، هیچی هم بهش نگو، بهش میخوای برم نه هیچ، ولی که متوجه بشه همه دارن غذا میخورن. بنابراین کم کم یه ذهنی پیدا میکنه که خوردن غذا رو بقیه بد و غلط و خطرناک نمیدونن. اون برای خودش آمده این داستان درست کرده و گفتم معمولا برمیگرده به یه تجربه و یا یه داستان، یه چیزی تو این زمینه شنیده. بعدم همه چیز امروز میشه به صورت مایه در آورد، فقط یه مقدار آشنایی کنید با کسی. نه هیچ مسئله نیست. میگم من طوری که این تو خونه منم که نیست، وقتی در احتیاج چیز کش گفتم هفته گذشته خونه ما بوده و من متوجه شدم، ولی که مادر پدرش هم میگن نه غذا نمیخوره. و پریروز که دیدمش تو مرتبه تو رستوران رفتیم و اونجا هر کسی میتونه هر چیزی که داشته باشه، مثل حالت بوفه بود، بره بیاره بخوره. چیزی که میخوره چیزای شیرین هستش که خب تا یه حدودی جلوش ول کردم و میگن که اصلی هست که اصلا یک چیزی بخوره که زنده باشه. و اونجا هم که رفتیم چند تا چیز رفت خودش آورد، منتها 3 برابر و موقعی طول کشید که موقع دیگه میخورد و تمام مدت میجوید اینو که یه دفعه پدرش بهش گفتش که هنوز تو داری لقمت رو میجوید. خب نباید دخالت، نه ببینید از شما ها نمیخواید دست از سر اون بردارید.